کنید از آقای رحیم بندویی بپرسیم که نظر شما چی هست. جناب بندویی، نمایندگان چه وظایفی دارن در مجلس؟ از سلام خدمت شما جناب. شما خیلی لطف دارید منو به عنوان نویسنده معرفی کردید، ممنونم، ولی من واقعا نیستم نویسنده. عرض سلام دارم خدمت تمام کارکنان گناس تیوی، مهمانان گرامی و بالخصوص بینندگان و شنوندگان گرامی. ببینید جناب هدایت گرامی، مسئله اینجاست که ما باید پیشینه تاریخی مسئله نمایندگان مجلس یا مجلس رو اگر بررسی بکنیم، اون وقت راحت‌تر میتونیم بفهمیم که وظیفه یک نماینده مجلس که نماینده مردم هست در مجلس چیست. و در واقع پیشینه تاریخی مجلس و نمایندگان مجلس برمیگرده به پیشینه تاریخی حاکمیت ملی، یعنی آن زمان که رعیت‌ها و امت‌ها تبدیل شدند به شهروند، به مردمان یک کشور شهروند شدند و عنوان و خطاب ملت با آنها در واقع اطلاق گردید و برای یک دولت ملت تشکیل شد. حالا ایرانمون را اگه بخوام در نظر بگیریم، با توجه به اینکه یک کشور کثیر الملت هست، دولت ملتی که تشکیل شد اونجا متاسفانه تبدیل شد به یک دولت تمامیت خواه و بالاجبار یک دولت ملت یک ملت رو میتونه نمایندگی کنه، نه چندین ملت رو. به همین دلیل ضرورت هست که اون حاکمیت ملی که در درون ایران هست یک حاکمیت ملی تمامیت خواه نمیتونه باشه. بنابراین وظیفه یک نماینده مجلس اگر چنانچه در یک جامعه‌ای که در اونجا آزادی تحزب، تشکلات سیاسی، ایجاد ارگان‌ها و نهادهای سیاسی و صنفی برقرار باشه، در واقع اونجا هست که مردم با اعمال حاکمیت خود نمایندگان واقعیشون رو میتونن انتخاب کنند و بفرستند به مجلسی که در واقع یکی از سه تا قوه یک حکومت هست، یک حاکمیت هست که آقای بندویی، آیا قدرت و هژمونی مجلس برابر با قوه مجریه و قوه قضاییه هست یا اینکه نه برتر از اونه؟ برای این قوانینی که اونها باید کار بکنن و نظارت بر اجرای قوانین فکر میکنم به عهده مجلس هست، نه؟ دقیقاً همینطور است و در واقع یک مجلس که قانون گذاری میکنه، دولت کارش اجرای اون قوانین هست و قوه قضاییه هم کارش قضاوت کردن به این هست که در ارتباط با اون قوانین جایگاه یک مجرم یا برای یک شاکی کجا هست و یک وکیل مدافع چگونه بر مبنای همون قوانین دفاع میکنه. بنابراین جایگاه نماینده مردم، نماینده مجلس در درون یک کشور بالاترین نمایندگی سیاسی است، چرا که نماینده از طرف مردم هست. اگر ما اعتقادی به این داریم که به اصطلاح کلمه دموکراسی رو به کار ببریم، یعنی حاکمیت مردم که نمیان، مثلا تو ایران 80-90 میلیون نفر نمیتونن بیان توی مجلس، در نتیجه اینها باید این حق رو داشته باشند که به طور آگاهانه و آزادانه یک کسانی رو انتخاب کنند. حالا اگر منظورم همینه که در پاسخ به این سوال مشخص شما، مجلس در واقع برترین نهاد در درون یک حاکمیت در درون یک کشور هست و به همین دلیل هم نمایندگان کشورهای دموکرات جایی که برای دموکراسی هست مسئولیت سیاسی دارند، یعنی اینکه میتونن در ارتباط مسائل مختلف سیاسی اظهار نظر و اعمال نظر بکنن. در واقع کمیته های مختلفی که در درون مجلس هست و اون کمیته های مختلف هستند که ارگان های مختلف دولتی رو در واقع کنترل میکنند، هدایت میکنند و حتی محاکمه میکنند. شما دقت کردید حتما در کشورهای اروپایی و حتی در آمریکا کسانی رو که از اعضای دولت باشند و یا حتی شرکت ها مختلف دیگری باشند که در ارتباط با پایمالی حقوق عامه مردم دوچار یک مشکلی شدن، یعنی مرتکب پایمالی حقوقی شدن، میبرنشون در درون مجلس نمایندگان و نمایندگان مردم اونجا اون افراد خاطی رو مورد محاکمه قرار میدن. بنابراین بالاترین ارگان و نهاد در درون یک کشور است و به همین منظور هم اهمیتی که یک نماینده مجلس دارن بالاترین است. اما کجا؟
در جایی که در واقع اون نمایندگان مشروع مردم باشند. حالا که بخوایم ایران رو واقعا مد نظر بگیریم، متاسفانه حتی نمایندگان مجلس هم قربانی یک سیستم تمامیت خواهی هستند که با به هر حال ولایت معاوی از به هر حال سیستم شاه اللهی به قول معروف تبدیل به حزب اللهی شدن و همشون هم به یک شکلی مجبور به خودشون رو رعایت کردن اون همون در ابتدا فرمودید شما که کسی رو که میخواد بره نماینده مجلس بشه باید بره امضا بکنه و به یک شکلی به قول معروف قسم و تعهدنامه هم بده و بخوره که از ولایت فقیه حمایت میکنه و باورمند ولی فقیه هست. حالا بدبختی اینجاست که آیا واقعا با توجه به اینکه ایران نه تنها کثیرالمله است بلکه کثیرالمذهب هم هست که در درون اون مذاهب این ولایت مداری و ولایت فقیهی فقاهتی رو اصلا قبول ندارن، در نتیجه اونجا چیزی جز استبداد نیست. بنابراین میخوام خلاصه بکنم اینه که این نمایندگان مردم کارشون در درون مجلس در واقع دفاع از حقوق مردم، استقرار دموکراسی و نهایتاً ایجاد ثبات سیاسی و یک شکل اقتصادی هم در جامعه هست که اگر چنانچه اون دولتی باشه که خودش رو مسئول ببینه که در قبال نمایندگان مجلس پاسخگو باشه، نه اینکه در به جای پاسخگویی به جای نمایندگان مجلس پاسخگوی شاهنشاه باشند یا پاسخگوی ولی فقیه باشند. یعنی نمونهش کلا یک سیستم استبدادی هست که اونجا نمایندگان مجلس هم هیچ گونه مسئولیتی ندارن، همچنان که فرمودید در واقع اینا رو مجبور میکنند و از قبل در واقع اینا رو نامزد و منصوب میکنند میبرند. نمایندگان واقعی مردم نیستند این کسانی چرا نماینده واقعی مردم نیستن؟ یعنی بر اساس کدوم استاندارد میگید که اینها نمایندگان مردم نیستن؟ همونطور که من عرض کردم به هر حال اینها از صندوق میان بیرون. حالا احمدی نژاد هم از صندوق میاد بیرون، بالاخره مردم انتخاب میکنن. دقیقاً برای مردم شما انتخاب میکنن. مردم چگونه انتخاب میکنن؟ این شورای نگهبان اونجا داره چه کار میکنه؟ اون کسانی که به هر حال تصمیم میگیرن که چه کسانی میتونن کاندید بشن، اینجاست که در واقع مشروعیت از بین میره. مردم نیستن که انتخاب میکنن، بلکه یک بخش خاصی، گروه خاصی هست با معیارهای خاص خودشون و متاسفانه الان یک معیارهای واقعا گروه گرایانه مذهبی شده، اونها هستن که انتخاب میکنن و اون مردمی هم که در واقع نامزد میشن یا نامزدشون میکنن، خب مردم با توجه به اون ارگانها و نهادهای ضروری خودشون رو ندارند که بتونن بر مبنای اونها شناختی از کانال اون نهادها و ارگانها شناختی از فعالین سیاسی داشته باشند، چرا که نمایندگان مجلس نمایندگان سیاسی مردم هستند. در نتیجه اینجاست که با توجه به همین معیارها که باید نمایندگان واقعی مردم به شکلی که مردم شناخت درستی از اونها داشته باشند و اون مردم آزادانه و آگاهانه اونها رو انتخاب کرده باشند و در عین حال اون کاندیداها هم در واقع این حق رو داشته باشند که بتونند حرف خودشون رو آنچنان که فکر میکنن بزنن، نه آنچنان که در واقع صلاحیت نظام و سیستم هست که برای به اصطلاح خوش کردن اون مسئولین حرفهایی رو که باور هم ندارن مجبورن بزنن. به همین دلیل من میگم خود نمایندگان مجلس هم به شکلی در واقع قربانیان این سیستم و این نظام هستن. و آقای بندویی در جمله هاتون یه طوری الگا کردید که نمایندگان یه کارهایی میکنن یا یه افکاری رو بیان میکنن که خودشون هم اعتقاد ندارن. حالا من یه مثال میزنم ببینید آیا من درست فهمیدم نظر شما رو. مثلا اینها باید معتقد به اسلام باشن، معتقد به اخلاق باشن، باید از فساد و فحشا و روابط غیر مشروع نامشروع دوری بکنن، ولی اخیراً فیلم هایی از نمایندگان مجلس، نمایندگان شورای شهرها، امام جمعه ها بیرون اومده که نشون میده با زنان مردم، با زنان شوهردار رابطه برقرار میکنن. یا مثلا یادتون باشه اگر در قضیه اون قاضی مرتضوی در بیمه یادتون باشه چیز بود،
رشوه های چند صد میلیون تومانی جابجا میشد. آیا این مد نظرتون هست؟ یعنی انسان ها یک چیز رو میگن اما بر ضد اون رفتار میکنن، بر ضد اون باور دارن؟ ببینید دوباره خیلی مشخص همین نکته ولایت فقیهی رو که در واقع خودتون در اول مطرح کردید. آخه مثلا یک سنی که اصلا اعتقادی به ولی فقیه نداره ولی میره قسم میخوره به این که نوکر ولی فقیه هست و باورم داره به این که باید حمایت کنه و ازش بره. اینجاست که من میگم برخلاف باورهای خودش مجبور میشه به خاطر اینکه برای حالا کدوم شرایط و کدوم در واقع اون ضرورت ها باعث شده که ایشون برن و خودشون رو کاندید کنن. یه مجموعه از برای فاکتورها هست، نمیشه گفت به طور مشخص حالا اینو مجبور کردن که بره نماینده بشه یا اینکه به یک شکلای دیگه. منظورم اینه که این مردم وقتی که یک فضای آزاد نباشه به خاطر تعمیر منافع خودشون، ببینید منافع فرق نمیکنه چه نوع منافعی باشه، چه منافع روحی روانی باشه، چه منافع اقتصادی و مادی باشه، اگر اون فضای مناسب برای به دست آوردن و برای تأمین اون نیازها نباشه، شکلها و راههای غلطی رو به هر حال در درون اون جامعه وجود میارن. و به همین دلیل هم هست که الان در جامعه ایران متاسفانه فساد همه تار و پود جامعه رو در واقع گرفته. به همین دلیل است که شما دارید مثال میارید که طرف مثلا حالا به عنوان نمایندگان مردم در شورای شهر هستند یا به عنوان به هر حال نماینده وکیل مجلس هست از طرف مردم، مرتکب یک سری حرکت هایی میشن که اصلا به شخصیتشون نمیخوره. در واقع اصلا چگونه میتونه مدعی باشه که نماینده مردم هستند که از حقوق مردم دفاع کنند ولی در این حال خودشون به عنوان ضایع کنندگان حقوق همون مردم میشن. جناب بندوی، شما از فضای مناسب انتخاب واقعی مردم انتخاب کنید. در یک فضای مناسب از نظر شما برای انتخاب یک نماینده این فضا چه مشخصاتی داره؟ یعنی در چه شرایطی میشه یک نماینده واقعی انتخاب کرد؟ یعنی اگر متهم میکنید جمهوری اسلامی رو که نمایندگان مجلس واقعی نیستن، در چه شرایطی میتونه واقعی باشه؟ ببینید اگر چنانچه ما باور به این نداشته باشیم که یا فضایی نباشه که در اون فضا در واقع آزادی بیان، آزادی عقیده، آزادی تشکل‌های سیاسی ساختن، آزادی ساختن ارگان‌های صنفی و نهادهای مختلف، اگر چنانچه این آزادی ها نباشه، یه آزادی مطبوعات به طور مشخصی از مسائل دیگه است. میدونیم در ایران حتی شبکه‌های اینترنتی رو در واقع شبکه‌های مجازی رو، تلویزیون که قربونش برم دست خود یک جناح خاصی از جمهوری اسلامی است. در چنین فضایی وقتی که حقایق نمیتونه به دست مردم برسه، مردم چگونه میتونند تشخیص بدن که این کسی که قرار هست نماینده من بشه در ارتباط با مسائل مختلف و از جمله حقوق مشخص فردی یا جمعی من چگونه دفاع خواهد کرد؟ به طور مثلا بخوام بگم یک نماینده‌ای که از طرف مردم بلوچ میخواد انتخاب بشه بره اونجا، با تمام اینکه تمام مشکلات مردم بلوچ رو میدونن، لمس کردن، میدوننشون، اما از آنجایی که این شخص یا این اشخاص به شکلی باید مورد تایید نهادها و واحدهای مختلفی که به هر حال در درون جمهوری اسلامی است باید باشند، برای راضی نگه داشتن اون نهادها و اون ارگانها و اون شخصیت‌ها ایشون آگاهانه پا میگذاره روی اون حقایقی که خودش آشنا هست و میدونه، به جای اینکه مثلا خب به هر حال بستگی داره به اینکه خود جامعه در واقع چقدر هم این فضا، منظورم فضایی باید باشه که خود مردم به حقوقشون بخوان آگاه باشند که در نهایت مجبور هم بکنند اون کسانی رو که انتخاب کردند از حقوقشون دفاع کنند. که خوشبختانه در این روزها با تمام این استبدادی که در جامعه هست که اجازه نمیدن حقایق مطرح بشه، ولی با توجه به این تکنولوژی رسانه‌ای که هست از جمله مثلا تلویزیون شما، خب مردم کما بیش به حق و حقوق خودشون دارن آگاه میشن و دارن فشار هم میارن روی نمایندگان خودشون. و اخیراً هم دیدیم که در درون مجلس یک سری جمع‌بندی ها و دسته‌بندی ها برای دفاع از یک سری مسائل برای جمعی داره مطرح میشه که این در واقع خوشحال کننده است. از این بابت منظورم اینه که
مردم این آگاهی، مردم این در واقع ماهیت یا این توانایی در ذاتشون هست که مدافع حق و حقوق خودشون و اونایی که نمایندگی میکنن باشن، به شرط اینکه اگر چنانچه در اون فضا، چه در مجلس شورای به قول معروف اسلامی اونجا باشه، چه در نمیدونم مطبوعات و رسانه‌های مختلف باشن، آزاد باشن که بتونن حرفهای خودشون رو بزنن و حرفهای مردم رو هم بشنون. این گونه فضایی خواهد بود که میتونه اون کسب به عنوان ادعای نمایندگی اصلی مردم رو بکنه و که متاسفانه همچین فضایی در درون ایران از آغاز حاکمیت جمهوری اسلامی تا الان نبوده، که هیچ داره روز به روز شدیدتر و بدتر میشه، تا جایی که عرض کردم دیگه فساد تمام ارگانهای خود حاکمیت رو تا آنجایی گرفته که دیگه تمام دنیا در واقع خبر داره، نه فقط بخش‌های از مردم در درون ایران. آقای بندویی، این نمایندگان چه بخواهیم چه نخواهیم به هر حال اونجا هستن و به نام نماینده هستن. آیا اینها در این دوره نمایندگی حق دارن از به غیر از درآمدی که از راه مجلس هست، از راه دیگری، مثلا استخدام نگیم، به هر عنوانی از ادارات، سازمان‌ها، وزارتخونه‌ها، نهادها، هر چی که بگیم یک درآمدی داشته باشن؟ آیا این حق رو دارن نمایندگان؟ اگر داشته باشن چه اتفاقی میفته؟ آقای بندویی، من صدای شما رو ندارم. عذر میخوام. جناب بندویی؟ بله. بفرمایید. اجازه قبل از اینکه پاسخ به سوال شما بدم، من یاد یکی از نمایندگان مجلس بلوچ افتادم به اسم آقای مسعود هاشمزئی که حدود فکر می‌کنم 10-12 سال پیش بود که در مجلس در واقع شروع کرده بود بیان بدبختی‌های مردم بلوچ و بعداً هم اعلام کرد که من تهدید شدم و متاسفانه نهایتاً در یک سانحه رانندگی ایشون از بین رفت. پارسال یا پیرار سالم بود، یه نماینده مجلس دیگه به اسم حمیدرضا پشنگ بود، با توجه به اینکه فقط توی مجلس از آمارهایی مطرح میکرد که خط زیر فقر چند درصد هست، چقدر دانش آموز مدرسه نمیتونن برن و یادتون هست که به هر حال یک سری از مدارس در حین باران ریختن رو سر دانش آموزان و به هر حال معلمانی کشته شدن، که ایشون رو هم در نوبت پیشین در واقع رفع صلاحیت کردن، گفتن که شما صلاحیت ندارید برید به مجلس. حالا در پاسخ به سوال شما، نه ایشون، حالا اجازه بدید پس من هم یک چیزی رو علاوه بکنم در فرمایش شما. نمایندگانی که 8 ساله، حتی بعضیاشون 12 ساله در مجلس هستن از آذربایجان، از ترک‌ها در ایران، اینها در مجلس در رابطه با زبان مادری و دریاچه ارومیه و وضعیت اقتصادی و وضعیت بیکاری هیچ کاری نکردن در این 12 سال. حتی بعضیشون میگم تا 18 سال هم اینجا بودن، تا 20 سال هم نماینده بودن. اخیراً که حالا 6 ماه 7 ماه مونده که به انتخابات جدید شروع کردن نامه نوشتن آقا ما خیلی آذربایجانچی هستیم، خیلی ترک هستیم، چیکار بکنید؟ یک روزی رو اختصاص بدید که تو تقویم اسمشو بنویسید دریاچه ارومیه. این بازی هایی هستش که با حقوق ملت بازی میکنن. شما هیچ کاری نکردید، میخواد یه اسمی تو تقویم بشه که چیزی. یا آقای اعلمی، اکبر اعلمی، اخیراً چند تا فساد نمایندگان مجلس، شورای شهر و فروش دشت و مغان رو افشا کردن. نمایندگان بعد از 2 ماه بعد از آقای اعلمی تازه دارن موضع میگیرن. این اعلمی نماینده مجلس، ایشون هم مثل همون نماینده شما رد صلاحیت شد، با اون که آقای اعلمی تو جنگ دستشون رو از دست دادن، اگر اشتباه نکنم دست راستشون رو از دست دادن و دائما تو جیبشون رو ظاهرا مردم فکر می‌کنن دست دادن، ولی ایشون مجروح جنگی هستن، در این حال یک درجه دار نظامی هم هستن، یعنی با اینکه بسیجی بودن به هر حال بعداً درجه گرفتن. بفرمایید. خب حالا برحال یک کسانی مثل این نماینده اخیری که فرمودید الان مدعی هستند و میخوان برای کسب رأی مردم یکی از دردهای مردم رو مطرح کنند. خب برمیگرده به این قضیه که الان در واقع اوضاع و احوال اجتماعی در جامعه ایران جایی است که ما شاهد تظاهرات‌های ده‌ها شهر بودیم.
اینجاست که در واقع خب یک شکل نمایندگان مجلس هم یه اندک جرأت پیدا میکنند و از درد مردم خودشون رو مجبور میبینند که بگن. ولی در مجموع ببینید کسانی که تن میدن، حاضر میشن، با توجه به این قانون اساسی که اونجا هست، با توجه به این ولایت مداری که هست، با توجه به این مافیاهای قدرتی که در واقع در داخل ایران هست، اینا حاضر میشن برن نماینده مجلس بشن، در واقع کسانی هستند که مرید و مؤمنان این سیستمند، این نظامند. چرا که نباشند اصلا رفع صلاحیت میشن و اجازه بهشون نمیدن که برن اونجا. اما در این حال در پاسخ به همون سوال شما که من خواستم مطرح کنم که فرمودید آیا میتونن همزمان برن یک جای دیگه هم یه مسئله دیگه هم داشته باشن که از اون کانال درآمدی داشته باشن. ببینید از نظر قانونی کسی که نماینده مردم هست در واقع باید استعفا بده از همه مسئولیت‌های دیگه، کارهای دیگه که هست دارن. این اگر چونچه کارمند دولت هست باید در مرحله اول استعفا بده، بعد از استعفایش هست که میتونه بره ثبت نام بکنه. مثلا میگم در نتیجه از نظر حقوقی کسانی که نمایندگان مجلس، نمایندگان مردم هستند، از بودجه همون بیت المال اینها به اندازه کافی حقوق خواهند گرفت و از نظر اخلاقی و از نظر حقوقی و قانونی اجازه ندارند که از در جای دیگه‌ای برای کسب درآمد هم مسئولیت بپذیرند و مشغول برای کار باشند که برای درآمدی داشته باشند. پاداش میتونن پاداش بگیرن، پاداش، حق زحمه، مأموریت، اینها غیر از مجلس ها، یعنی بیرون مجلس پاداش بگیرن، یک چیزها هر نامی که داشته باشه مهم نیست، ولی یک درآمدی خارج از مجلس از سازمان های دولتی یا خصوصی داشته باشن غیر قانونی است. اگر همچین کاری بخوان بکنن غیر قانونی است، به دلیل اینکه یعنی اون استقلالی که قوه مقننه نسبت به قوه قضاییه و مجریه داشته باشه به این شکل لکه‌دار میشه، به این شکل رنگدار میشه و به یک یعنی شکل چه اتفاقی میفته؟ چه اتفاقی میفته؟ یعنی اتفاق این خواهد افتاد که اگر قرار باشه مثلا در مجلس حرفی رو بزنه که برخلاف اون به شکلی منافعی که اون کسی که براش به هر حال کار انجام داده و به شکلی براش یک درآمدی بوده، درآمدی برای این نماینده مجلس بوده، این کار رو اونجا نخواهد کرد. اگر چنانچه کسانی باشند که این نمایندگانی باشند که در مقابل دریافت وجه بخواند دفاع از کسانی بکنند که مؤسسه‌ای باشه، مؤسسه مالی حقوقی کسانی باشن، از نظر اخلاقی و از نظر قانونی در واقع باید پاسخگو باشن. زیر سوال باید بره ماهیت اونها، استقلال اونها، حق خواهی. اخیراً در مجلس و صدا و سیمای ایران اومدن نشون دادن که تعدادی از نمایندگان از وزارت نفت حقوق میگیرن، پیش دارن، یعنی نگیم کارمند هستن، پیش یه پولی به حسابشون وارد میشه. یه تعدادی از نمایندگان از جمله چند نماینده آذربایجان در وزارت صنایع و معادن هستن و از اونجا یه درآمدهایی رو دارن و از اونجا درآمد بهشون میشه. حدود از 290 نماینده مجلس حدوداً، دقیقاً الان نمیتونم بگم چه دقیقاً آمار نمایندگان چقدره، ولی اکثریت چون بسیجی هستند و پاسدار بودند استعفا دادن ولی یه حقوقی از اون طرف میگیرن. یه تعدادی هم از وزارتخونه‌های مختلف، یعنی اینها چیزایی که افشا شده، نماینده ها از کجا پول دریافت میکنن. حتی اخیراً دیروز با آقای دکتر صحبت میکردیم، آقای دکتر یحیایی میگفتن برای تصویب یک لایحه یا عدم رای دادن به یک لایحه یک وزارتخونه اومده به هر نماینده 5 میلیون تومان داده. یعنی یک نماینده اونقدر بدبخت شده تو این جامعه، خودشو جدا کرده که با 5 میلیون تومان گرفتن از یک وزارتخونه حاضر به اون رای بده یا رای نده. این با سرنوشت ملت چه بازی میکنن؟ این وضعیت با این نمایندگانی که دارن جدایی میکنن، پول میگیرن از جای دیگه، با سرنوشت ملت چه بازی میکنن؟ متاسفانه در جامعه ایران با توجه به فسادی که سراپای جامعه رو گرفته، راندخواری و اختلاس در واقع به عنوان یکی از مظاهر هویتی این سیستم و این نظام شده. اکثر کسانی که میخوان برن، متاسفانه اینجوری شده الان، اکثر کسانی که در ابتدای کار میخوان برن، نمیگم همشون، به این دلیل میگم اکثر کسانی که میخوان برن نماینده مجلس بشن، در واقع به شکلی میخوان از مزایای این راندخواری هایی که در این سیستم و این نظام هست بهره مند بشن.
لذا کل سیستم در واقع غرق در فساد هست. در یک همچنین نظامی، در یک همچنین سیستمی، به هر حال اون کسانی هم که همچنین فرصتی به هر حال براشون فراهم میشه، از هر طرفی بخواد براشون فراهم میشه، و عمدتاً این فرصت بیشتر از سوی خود اون کسانی هست که دستی در نظام و در سیستم دارن، این فرصت رو برای بعضی از نمایندگان فراهم میکنن که برن اونجا در خدمت اونها باشن. فراهم بشه میرن، به خاطر این میرن که عرض کردم برن متمتع بشن از این سیستم مثل راندخاری که اونجا هست، یک شکلای بهره‌مند بشن. در کل نمایندگانی که اونجا در مجلس شورای اسلامی ایران حضور پیدا میکنن کم هستند آن کسانی که پی در واقع این راندخاری رو از تنشون بمالند و مجبور باشند حقایق رو بگن، که اخیراً شاهد بوده ایم. بسیار بودند کسانی که با توجه به اوضاع احوالی که در جامعه حاکم است، با توجه به اینکه کلاً بسیاری از دیوارها شکسته، بسیاری از اون تابوهایی که در داخل اون سیستم و نظام بوده شکسته، دیگه به جایی رسیده که مردم دیگه چاره‌ای ندارن برای اینکه بتونن واقعا از این حالتی که هست یک راه فراری برای خودشون پیدا بکنن. اینه که دیگه ترس ریخته ازشون، حرفشون رو میزنن، داد و فریادشون رو توی خیابان‌ها و شهرها میزنن. اینجاست که نمایندگان مجلس هم بنابراین اینکه انعکاسی از این حالت باشه که در جامعه هست، الان در درون مجلس به هر حال دردهایی رو مطرح میکنن، دردهایی رو بیان میکنن، و مطمئن باشید آن کسانی که در مجلس همکنون جرأت میکنن برخلاف منافع نظام صحبت بکنن، مطمئن باشید در دفعه بعد بخوان کاندید بشن دیگه رفع صلاحیت خواهند شد. همچنان که من عرض کردم دفعه پیش آقای امیررضا پشنگ رو داشتیم توی بلوچستان. بسیار عالی. متشکرم. اجازه بدید آقای بندویی نظر شما چی هست؟ چرا مجلس با لایحه دوپوریتی عفو عمومی مخالفت کرد؟ خیلی کوتاه لطفاً. به واقع من برای یک شکلی پیامی از اون ارگان‌ها و نهادهای ولایت فقیهی به نظر من منتقل شده به این آقایون که اگر قرار باشه که 5-6 میلیون از ایرانیانی که خارج هستن و عفو عمومی داشته باشن بیان یک مسئله اون دو ملیتی که در واقع اخیراً یک موضع و معضل شده در ایران، و از طرف دیگه باورشون هم اینه که اینا که از خارج میان اونجا جاسوسی میکنن. وقتی که مثلا اونایی که از فعالان محیط زیست بودن میگفتن که میرفتن عکس میگرفتن، نمیدونن با عقاب‌ها نمیدونن دوربین می‌بستن برن عکس بگیرن، در نتیجه اینایی که از آمریکا و اروپا و جای دیگه میرن احتمالاً بر علیه نظام حاکم حرکت خواهند کرد. یعنی نمایندگان به این باور بودن. حالا نظام‌های امنیتی، یعنی دولت که وزارت اطلاعات داره و وزارت سپاه داره و وزارت ارتش داره و نمیدونم همه چی داره، اینها گفتن که نه عفو عمومی بدیم، ولی مجلس که نماینده مردمه این گفتش نه آقا ما آزادی ها و عفو عمومی رو نمیخوایم. نه هدایت، فکر میکنم که این طرح دوپوریتی از سوی دولت آقای روحانی داده شده و با توجه به اصطلاح به یک سری کشمکش‌های درونی که بین جناح مثلا اصلاح طلبان استمرار طلبان هست و جناح ولایت مداران هست، خب این در واقع به مذاق اون ولایت مداران نچسبیده، نخورده به مذاق اونا خوش. در نتیجه من فکر میکنم دلیل آقای بندویی نظر شما چی هست؟ دولت چرا مجلس نمیاد در مقابل یک فروشنده داریم در ایران که فروشنده عمده دلار هست، اونم دولته، چرا مجلس نمیاد در مقابل این وایسته بگه آقا تو حق نداری زندگی مردم رو با افزایش دادن دلار ریالی، قیمت ریالی دلار، این رو مردم رو زندگیشون رو در تنگنا قرار بدی؟ چرا مجلس وارد نمیشه؟ من معتقدم در مجموع این مجلس با توجه اینکه به هر حال کمیسیون‌های مختلف در ارتباط با کنترل امور مختلف کشور رو داره، اون کمیسیون‌ها در واقع عمدتاً تحت رهبری و یا تحت کنترل و حفاظت اون بخشی از حاکمیت هستند که به نفعشون هست که به این شکل حرکت بشه. با توجه به این که نمایندگان مجلس اون اختیاراتی رو که باید داشته باشند محروم هستن از اون اختیارات و
عملا هم در واقع قادر نیستند آن چیزی رو که باید اجرا بکنند رسیدگی بکنند. به همین دلیل که من فکر میکنم میگذارن این مسائل رو به چی شکل آنها تصمیم بگیرن و به اینا ابراق بشه که شما دخالت بکنید یا نکنید. من با تجربه مسائل زیاد وارد نیستم، نمیتونم زیاد اضافه کنم.